ذبیح‌الله صابری هستم، یک تن از شهروندان افغانستان و همچنان یک تن از تاجرای بخش سکتور خصوصی افغانستان. خب این خودرو رو که می‌بینید چه نظری در موردش دارید؟ در نخستی را بگویم که هیچ کشورهای همسایه و سطح دنیا از ما توقع نداشت که افغانستان یک گل بکنه و یک موتر بسازه به سبک لامبورگینی و بوگاتی. اما در ظاهر که میبینین یک موتر بسیار با یک شیپ و دیزاین تر بسیار بالا به حساب دیزاین شده، اما خیلی جایگاه خود داره و در قدم نخست کشورهای همسایه هم استقبال کرده و کشورهای جام جهانی به خصوص اتحادیه عرب. در مجموع از روز اول نمایشگاه تا حالی که ما شاهدش هستیم، بسیاری از بیننده ها را جلب توجه کرده و در نزدیک از این و از این عکاسی و فیلمبرداری میکنن و ما را هم تشویق میکنن. ملت افغانستان یک ملتی است که واقعا رنج دیده است و طی دههای بسیار متمادی جنگ بوده در افغانستان. بالاخره محمد رضا یک تن از طراحان این موتر که به حساب امو طرح ذهنش خلق کرده و طرح در روی کاغذ آورد، بالاخره برای داخل ورکشاپ رفت، از ورکشاپ بالاخره موتر به سبک ابتداییش برآمد. بالاخره کلگی در کمک به همکاری تجار ملی ایره به سبک پیشرفته و توسعه یافته ساختنش که امروز در نمایشگاه اینجا حضور داره. فکر می‌کنین آینده این خودرو چطوریه و چه اتفاقی برای افغانستان میفته تو این زمینه؟ آیندهش در صورتی که تجار ملی و سکتور اون متشبث خارجی اگر کمک بکنه، فابریکه تولیدش ایجاد شود، شاید از این کده بهتر و خوبتر تولید بکنن و آینده درخشان خواهد داشته باشد. در صورتی که حمایت نشه و سکتور داخلی و خارجی حمایت نکنه، دولت فعلی حمایت نکنه، چونی بدون کمپانی تولید فعلا یک مدل است، مدل ساخته شده، باید بازی تولید شود و بیش از 1000 تا 10000 دانه از این تولید شود که رشد بکنه. اسمتون رو میگین؟ انجینر عبدالمنان احمدزی. مهندس هستین؟ بله من مهندس هستم از افغانستان و حالا مقیم قطر. شما روی خودرو کاری کردین؟ با موتر؟ نه خیر، ما مهندس ساختمان هستم. خب به عنوان یه مهندس اهل افغانستان وقتی این خودرو رو میبینی چه حسی به دست میده؟ واقعا احساساتی ما بیان کردن نمیتونم، چون تولید اول کشور ما است با وجود انجینر صاحب رضا با تیم همکارش. واقعا احساساتی که ما دارم هیچ کنترل کردن نمیتونم، یک حس خوبی دارم. الان دیدم موهای تنت هم بله واقعا شما میتونید از چهره ما حس کنین. بله کاملا حس میکنم. خب مردم افغانستان در مورد این چه فکر میکنن؟ واقعا همه مردم افغانستان منتظر بودن در این نمایشگاه که یک دستاورد انجینر صاحب رضا داشته باشن از این نمایشگاه ژنوا و الحمدلله ما میبینیم، شاهد هستیم، شما هم شاهد هستین که یک دستاورد خوبی است ان شاء الله برای کشور ما، یک پیام صلح برای کشور ماست، چون 2 دهه 3 دهه الی 4 دهه همه مردم جهان ما را با یک کشور پر از جنگ، پر از جنجال میشناختند. الحمدلله بعد از نمایشگاه ژنوا همه انشالله در این فکر خواهد بودن که افغانستان یک کشور امن است، افغانستان یک کشور است که میتونن یک پیشرفت خوبی داشته باشند. خب الان پشت سر من غرفه تویوتاست، جلوم هم غرفه پورشه است و محصول افغانستان بین این دوتا قرار گرفته. به عنوان یه مهندس چی فکر میکنی؟ واقعا احساس خوشی دارم، چون انجینر صاحب ما گفتن که ما همسایه تویوتا هستیم و لکسس فکر کنم لکسس هم است. واقعا یک جای افتخار است برای ما. شما باز میبینید اما احساساتی که ما در بدن خود دارم بیش از پوست بدن دید. بله ان شاء الله موفق باشین. خوشحال شدم. اسمتون چیه؟ اسم معرب گل. نظرتون راجع به این خودرو چیه؟ نظر ما همی افتخار ما است، افتخار افغانستان است که ما تو یک مملکت غریب هستم، بازم اما تو چی دارم که همی موتر جور کردم. از رضام زیاد تشکر که او زیار باشه که اما تو موتر جور کرده. کمی پارسی ما کمک خراب است. از کجا میایین؟ از کدوم شهر افغانستان هستین؟ از پکتیا هستم. و توی قطر زندگی میکنین؟ در قطر زندگی میکنم، مسافر هستم در قطر. ولی ما که خبر شدم که موتر افغانستان در این جامعه بسیار خوش شدم. حس تو برام میگه چه حسی داری وقتی این خودرو رو نگاه میکنی و میفهمی که اون رو یک جوان افغانی طراحی کرده؟
والا ما همی که حالا که ببینم ما تو نمیگم که افغانستان جور کرده چه کدام دیگه مملکت جور کرده، ولی بسیار ما خوش هستم که می افغانستان هست که تو موتر هست که افغانستان تو موتر جور کرده. حستون راجع به این خودرویی که در افغانستان طراحی شده چیه؟ وای تاسو د افغانستان دغه موټر چې تیار شوی دی د باره کې معلومات ورکړئ څه احساس لرئ؟ ډېر ښه احساس لرو. دا د انجینر رضا برکت و چې افغانستان ته یو ویاړ ور وبخلو. افغانان به خامخا د ده خوی خپلوي، ځکه چې دا ډېر افغانان موږ وینو چې هغه بهر ځي په کارونو پسې. خو که یو څوک وغواړي د انجینر رضا رقم ته په خپل وطن کې داسې یو موټر جوړولی شي، نو افغانان پوی خلک دی، هوښیار خلک دی. انشاءالله د دې نه پس به د انجینر رضا روح خپلوي. واقعا احساس خوشی دارم. ما انجینر رضا داریم و انجینر رضا با وجود انجینر صاحب رضا افتخار به افغانستان آوردیم که شما میبینین در نمایشگاه و یک افتخار بزرگ برای وطن ما، برای مردم ما، برای کشور ما است و واقعا احساس خوب داریم و احساس خوشی داریم. همون خودت توضیح بده، کجا درس خوندی، چند سالته و چی شد که به اینجا برسی؟ من متاسفانه درگیر مهاجرت شدیم، درگیر جنگ شدیم، تو مهاجرت به دنیا آمدم. 26 سال ایران بودیم، 26 سال اونجا بودم. خاطر همین انقدر لهجت شبیه ما. آره لهجه خیلی محیطیه دیگه، تاثیر میذاره. یه روزی یه جایی تو یه جام رمضانی یه پرچمی دیدم که برام سوال بود چرا این پرچم باید اینجا باشه، اصلا پرچم کجا هست؟ و دوستانم گفتن که این پرچم افغانستانه. انقدر بحران هویتی. چه سال؟ 10 سال پیش تقریبا دیگه، 93. ایران بودی هنوز؟ بله. کدوم شهر؟ اصفهان، نجف آباد. و اونجا بحران هویت یه جوری یقم کرد که نشستم کل تاریخی که شاید باید تو 12 سال 14 سال تحصیلم میخوندم، نشستم تو 1-2 ماه کارو تعطیل کردم و نشستم کل تاریخم خوندم. اون موقع تازه فهمیدم من کیم و اینجا دارم چی کار میکنم، برای چی دارم آموزش میبینم. و این شد نتیجاً صرفاً اون انجام وظیفه‌ای که باید میکردم برای مملکت. کجا تحصیل کردی؟ دانشگاه آزاد نجف آباد. و دبیرستان و مدرسه هم ایران بوده؟ بله، همه زندگیم تقریبا اونجا بود. و الان 10 ساله که رفتی افغانستان، کدوم شهری؟ 5 ساله. 6 ساله الان کابل هست. کابل هست. خب انرژی که داری از مردم میگیری از اون موقع که این کارو کردی تو افغانستان چطوری بوده؟ یه ذره از اون حال و هوا بهمون بگو. نمیدونم درستی که بگم یا نه، از دست بوسی خیلی اتفاقی تو خیابون دیدم تا 4 نصف شب زنگ زدن و 1 ساعت پشت تلفن گریه کردن و تا اینکه تو خیابون دارم رد میشم یه نفری دستشو میکنه تو جیبم، فکر کنم داره موبایلمو میزنه ولی متوجه میشم که یه پولی گذاشته تو جیبم به خاطر اینکه کمک میکنه. از فقیرترین کشور دنیا 130,000 دلار جمع کردن، یه کشوری که اقتصادش کامل فروپاشیده. این میتونه نشون بده که چقدر مردم این رو دوست دارن. تو افغانستان من یه کارآفرین موفق نیستم، من یه جورایی برادر بزرگتر حساب میشم. این یک ماشین نیست، این یه جور قدیسه و همین بودن اینجا از افغانستان در مقابل اینا با کمک اون مردم نشون میده که مردم چقدر این پروژه دوست دارن. خیلی خوشحال شدم و خیلی انرژی گرفتم. ممنون. موفق